بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادران و خواهران موحدم، الله هر یک شما را حفظ بکند. امروز وقتی که در یک از مسائل مهم ظاهر کردن عقیده صحبت کردیم و صحبتمون در مسئله تزکیه شیخ معروف راسخ حفظه الله درباره محمد وارثی منیب رفت و از عقبی از پشت این تزکیه فتنه هایی که به وجود آمد که جهمی ها بیرق خود برداشتند. جهمی ها خیلی خرسان شدند که من ابو محمد وارثی منیب را حکم کرده بود، لیکن دیگر مشایخ همچنین هستند. به من ده ها رساله می آید و همه می گویند که محمد وارثی منیب مقصد شما حکم گذاشتید، بله صداهاش گذاشتید، ما قائل هستیم، ما دیدیم حق در جانب شماست، لیکن اینجا به ما تزکیه رسید. امروز میگد به ما آمده رسید، ده ها برادر به انا همین روز سخن شیخ وارثی منیب رسید و آنها میگن که سخن شیخ معروف راسخ، معذرت خواهی میکنم، سخن شیخ معروف راسخ رسید در حق وارثی منیب که وارثی منیب را خوب گفته و میگن که طبیعتا شیخ معروف راسخ وقتی که صحبت کردند موافقت به شیخ عبدالظاهر داعی دارند. این پس از ایشون است. پس چی شد؟ این آن فتنه ها شروع شده ایستاد است. از همین جد ما صحبت کردیم و گفتیم که برادر عزیز یک چند نقطه رو ما به شما ذکر میکنیم. گفتیم ذکر کردیم که باز جهمی ها اناکنون از این طرف هم استفاده برده ایستادند. اناکنون بسیار برادر با در حیرتند. ببینید هر صحبتی که ما کردیم در حق مشایخ، نصیحت اگر در حق شیخ عبدالظاهر داعی حفظه الله، شیخ معروف راسخ حفظه الله، اگر یک نصیحت کردیم در همین مسئله که مشایخ بزرگوار الله شما را حفظ بکند، مسئله عذر بالجهل عذر المشرک، نام هیچ کسی را نگرفته، خیلی که منهج اهل سنت ظاهر بکنید. اگر همین سخن گفته که ما حق داریم بگوییم، برای که بسیار برادرها اینجا از سبب ظاهر نکردن این مشایخ در فتنه و مشکلی و این آن است. یک ثانیاً سخنهای پیشتره بعضی از مشایخ را تا امروز جهمی ها میگیرند و اهل سنت را خوارج میگن. سوم بعضی از تزکیه هایی که انا امروز مثلا چه خیلی که فتنه شد، تزکیه شیخ معروف راسخ را گرفتند و شاید این قدیمه تزکیه باشد، شاید امروزه باشد، شاید شیخ از حقیقت او با خبر نشده باشند، لیکن بالاخره فتنه شدید ایجاد شد و حالا این فتنه دوام دارد. ما در اساس انا همین نصیحت اگر به مشایخ بکنیم، این را هم میگیرند و جهمی ها منتشر میکنند. یعنی جهمی ها در همه حالت از فرصت استفاده برده، خواه سکوت کردن مشایخ باشد، در بین مردم این مسئله را نگفتنشون باشد، خواه نصیحت ما یا طلبی بعضی برادرای ما از مشایخ باشد، هر دو جانب را هم به فتنه میبرند، هر دو جانب را هم به فایده خود استفاده میکنند. بله این چیزی بودگی هست، ما این چیز دیده و دانسته با مشایخ. مثلا بعضی اگر مسائل از جانب مشایخ باشد به مشایخ مثلا میرسونیم و باید دانسته مانیم که تا زمانی که انا همین مسئله عذر بالجهل و عذر المشرک را مشایخ حفظهم الله نقطه گذاری نکردند، جهمی ها هر دو جانب را به فتنه می اندازد. جهمی ها از سکوت مشایخ ما را آمده دیگر موحدین را عذاب می دهد که این مشایخ همراه شما نیستند. اگر عقیدهشون همین باشد چرا ظاهر نکردند؟ بلکه این مشایخ عقیدهشون دیگر است، گفته سخنهای دیگر از شما منتج کرده آورده، بلکه میگن من تزکیه معروف راسخ وارثی منیب را گفته. موحدین هایی که علم ندارند، کمی ضعیف هستند، از راه بیراه کرده شدند. بله این فتنه همین است. اگر ما این فتنه رو دیدیم و خستیم و گفتیم که ای مردم احتیاط باشید، این مشایخ سکوت کرده هستند،
این تزکیه اینها در مسئله وارثی منیب یا دیگر مشرکینش قبول نیست. اگر بگوییم کمی از سبب آزار اذیت جهمیه در این مسئله سخت‌تر بیستیم، این سخن ما رو هم جهمیه ها میگیرند و برده انکنون از جانب ما میروند گویا به نزد دو مشایخ، هر دوی مشایخ رفته اذیت میدهند. در بین جهمی هست، در بین ما و در بین این دو مشایخ اهل سنتی که عبدالظاهر داعی و معروف راسخ هستند، در بین جهمی، در بین ما و اونها جهمی ها هست. جهمی ها سخنهای ما را برده به اونها میرساند و میخواهد که در اونجا ضد ما یک فتنه شود. سخنهای آنها را می آورد و به ما میرساند و میخواهد که در اینجا یک فتنه در حق اونها ما بکنیم. و بالاخره جهمی ها میخواهند که ما و اونها یک فتنه در بینمون ایجاد شد. ما البته احمق نیستیم، ما همه چیز دیده شدیم و به برادران و خواهران موحد نصیحت میکنیم از افغانستان، تاجیکستان که به این فتنه های جهمی اهمیت ندهید، به ساخت و بافت اونها اهمیت ندهید، به خصوص فتنه این خوبسای جهمی ها که مشایخ را به خودشون نسبت داده شدند. معروف راسخ رو هم به خودشون نسبت میدهند و میگن که معروف راسخ من انمی خیل است، معروف راسخ هم در مسئله مثل وارث منیب است، وارث منیب رو خوب گفته است. این خیل نیست، این خیل نیست. لیکن مشکلی چی است؟ وقتی که من این خیل نیست گفتم، یگان البته از خودم یگان صدای مشایخ ندارم، یگان نوشته مشایخ ندارم که به شما منتشر کنم. برای همین مردمم میگن که حجت بیار، از من حجت طلب میکنن. من همراه شیخ معرف راسخ صحبت کرده هستم تا جایی که ما ظاهرا دیده خیلی نیستن. لیکن ببینید، برای همین ما بعضا وقتی که فتنه خیلی هم شدید می شود، فتنه ها رو میزنیم، شیخ ها رو نصیحت میکنیم. نصیحتی برادرانه، نصیحتی دوستانه، موحدانه، نصیحتی که از سوخت قلب و از درد موحدین به وجود می آید. این نصیحت برادرانه ما به این دو مشایخ در اساس قرآن و سنت است که رسول الله گفتند الدین النصیحه لله ولرسوله ولائمه المسلمین و عامتهم. دین نصیحت است به الله، یعنی دین الله به عمل کردن، و به رسولش سنت به عمل کردن، و به امام های مسلمان ها، خواه خلیفه باشد، خواه امیر باشد، خواه پادشاه مسلمان باشد و خواه علما و ائمه مسلمان ها، به همه اینها نصیحت کردن درست است. و عامتهم، به مردم عامه. امروز من خودم را در یک حالت میبینم که من باید به این دو مشایخ همچون برادرانه دو کلمه بگویم. دو کلمه ام را بعد از صبرهای سالها، بعد از معامله کردن من تا امروز برادرانه و خاکسارانه، این دو کلمه را بعد از دیدن این فتنه دیروزه، این دو کلمه را بعد از این یک تفریقه وجود شدن در بین مسلمان ها از سبب شبهه، من این دو کلمه را بگم. کلمه من این از نصیحت عبارت است که از این مشایخ بزرگوار با تمام احترام طلب میکنیم که بدون نام گرفتن کسی اگر توانید مسئله عذر بالجهل و عذر المشرک را نقطه گذاری بکنید. والله امروز چنان در بالای این مسائل از نام شما سخنهای را منتشر میکنند، از نام شما در مسئله عذر بالجهل سخنهای را منتشر میکنند، یا که حالا در آخر اوان عذر المشرک، در مسئله عذر المشرک این چنین سخنها را منتشر میکنند. تزکیه های شما عذر المشرک ها را که پیشتر داده اید یا که نو دادید یا خطا دادید، من نمیدونم، ما همیشه به گمان های عذری نظر میکنیم. یعنی شاید میگیم شاید این مشایخ قدیم داده باشند، پیشتر باشد، شاید این مشایخ نفهمیده داده باشند، یعنی گمانی نیک میکنیم بالاخره. برای که این مسئله یک کس خوب گفتن در این مسئله جهل عذر است، در این مسئله نفهمیدن عذر است. اگر او کفرش و شرکش آشکار نباشد، کمی پنهانی و بازی داشته باشد، به مانند محمد وارث منیب که خیلی هم بازی کرده، فریب میدهد همه را.
بارک الله فیکم. بعد از این همه این حادثه ها که از سخنهای شما میگیرند، از این پیشترو آذری ها، جهمی ها در بین موحدین فتنه را ایجاد میکنند. از نام شما میگن که مردم های عامه را میگن که شما خوارج هستید، شما گمراه هستید، شما غلو کرده هستید، شما انا وارث منیب، همه شما کفرش بیان کردید. مگر معروف راسخ مگر کفر وارث منیب نمیدونستند؟ مگر معروف راسخ طالب علم اهل سنت نیستند؟ مگر معروف راسخ علم ندارند که وارث منیب سخنش آشکار و واضح در همه جا منتشر است؟ معروف راسخ آمدن تزکیه دادند. این سوال به ما میکند، به همه برادران ما میکند. بسیار برادرهای بی علم، خواهرهای بی علم به همین سوالی یعنی ساخته شده و بافته شده و از این حادثه هایی که از جانب این دو مشایخ است گمراه میکند، فتنه را ایجاد میکند. ما اهل سنت و الجماعه را ببینید، ما عذری اگر آشکار عذری بودنش بینیم، حجت رسوندگی هستیم، علم داشته باشد، دلیل ها را دیده باشد، کفرش میگیم. اگر دیدیم که عذری جاهل است، اول حجت میرسونیم. طالب علم هایی که امروز برآمدگی است، آشکار و واضح خودش طالب علم میگه، من همه حجت شما رو دیدگی هم میگه، ما اینها را عذری میگیم، مشرک میگیم، برای که اینا حجت رسیدگی است و بازی کرده و فتنه کرده شدگیش هم فهمیدیم. برای ما در این مسئله هیچ مشکلی نیست، در بین ما فتنه نیست که ما عذری میشناسیم. این فتنه سرشوی این فتنه از کجا به وجود آمده شده است؟ سرشوی این فتنه ای که ما خاموش میکنیم، بسیار وقت بنده من خاموش میکنم، باور بکنید، فتنه جوش میزند خاموش میکنم، بعد از مدت با جوش میزند با خاموش میکنم. بالاخره این یک وقتی نه، حالت یک ساله نه، چند ساله راه به من نصیب، چند ساله راه که در این راه صبر کنیم. الله سبحانه و تعالی به من نصیب و توفیق داده که صبر بکنیم. الحمدلله منت نه، صبر کردیم، باز کرده شدیم. فتنه، نقطه فتنه اینجاست که جهمی ها از سکوتی این دو مشایخ استفاده کرده شدند. من به مشایخ بخصوص معروف راسخ در مسئله عذر المشرک صحبت کردم و صحبت شیخ معروف راسخ در بین برادران است و مطالعه کردم کتابی که شیخ عبدالظاهر داعی در این باب دارند و غیره. مشایخ باور دارم که عقیدهشون اهل سنت و جماعت است، ولی این باور داشتن من کافی نیست. چه خیلی گفتم به مردم سخنی لااقل مختصری 5 دقیقه 10 دقیقه مشایخ ضرور است تا که این فتنه جهمی ها استفاده بردن این دو مشایخ به پایان رسد. جهمی نباید علمای اهل سنت و طالب علمان اهل سنت رو استفاده برد. علمای اهل سنت، طالب علمان اهل سنت اجازه ندهند، شانس ندهند به جهمی ها که جهمی ها روی اینها رو، چهره های اینها رو، دعوت های اینها رو سیاه بکند. نشود که این سکوت روز سبب شود که موحدین خیزند یگان به عقلیه بکنن، بعضی پیش اونها رو گرفتن نشود و بالاخره صحبت های سخت و بد و این آن در بین موحدین به وجود آید. این نصیحت رو به خاطر الله رسولش میکنم. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه. از وقت حاجت، در وقت حاجت بیان را به تأخیر گذاشتن جایز نیست. این به اتفاق همه علما است. اگر همین روز وقت حاجت نباشد در این مسئله، کدام روز وقت حاجت است؟ همین روزه که همه موحدین، برادرانی که موحد هستند در افغانستان نظر بکنید، یک کمی صحبت بکنید، هر دوی شما مشایخ خواهرای موحدی که از افغانستان هستند همراه ما وقتی که صحبت میکنن میبینیم از این عمل خیلی رنجیدگی هستند. چقدر خواهر و برادران موحد شما از تاجیکستان در همین باب هم رنجیدگی هستند. قسمی از مردم عام در شبهه قرار گرفته به جهمی رفته شدند. همیش سبب سکوت شما، سبب استفاده بردن جهمی ها از سکوت شما. جهمی ها استفاده میبرد سکوت. حالا اونجا ما سکوت رو ندیدیم. غیر از سکوت از معروف راسخ باز تزکیه وارث منیب. وارث منیب در دستش در درونی درسش میگه که جهل در حق مشرکایی که منتسب به اسلام هستند عذر است. حواریون که
حواریون عیسی علیه السلام بودن میگه که اونها کفر اکبر رو کرده بودند، شک به قدرت الله کردند. عیسی اونها رو عذر دادن. جهل عذر است، خطا عذر است، در شرک کفر اکبر خطای به قصد عذر است میگه. حدیث جوریه رو میورد پیامبر صلی الله علیه و سلم که عذر دادن میگه. ذات انواع تا آوردند که ما جواب دادیم، عذر است میگن. از شما سخن آمد که او بهترین عالم بود است، او بهترین طالب علم بود است. چیکار بکنیم؟ ما چیکار بکنیم در اینجا؟ ما فقط اونها را زدن که تکور جنبس نمیشود. ما اونها را چند بارها گفتیم که مشرکین هستند. ما اونها را مشرک میگیم. سخن شما میآید که این تزکیه از جانب شما تزکیه شده. من نمیدونم که تزکیه کی است، چی است، لیکن کسانی که این تزکیه رو منتشر میکنند از نام شما کانال های ساخته. البته این کانال شما شاید بیخبر باشید. مشایخ قسم میخورند که این نو است، جدید است. بعضی برادرهای بهترین ما میگن که خیر این خطا کرده، نفهمیده این کار رشد است. افسوس که به همین سبب فتنه در بین موحدین است. از همین جهت ما بعضی سخنهای سخت گفتیم که این مشایخ در مسئله بیان انا همین عقیده سستی کرده ایستادند. بله این عقیده را دارید، در این راه دعوت خستید، این مسئولیت است، دیگر علاج ندارید. شما مشایخ عزیز، الله شما را حفظ بکند، عمری دراز بدهد که در این راه ثابت قدم باشید و با توحید به نزد الله همه رویم. لیکن شما این مسئولیت دعوت رو، مسئولیت عالم شدن رو، مسئولیت شیخ شدن و استاد شدن رو به گردن خود گرفتید. مسئولیت شما از شما تقاضا میکند، مشایخ بزرگوار از شما مسئولیت شما تقاضا میکند که نقطه گذاری کنید در این مسئله. نام کس رو اگر گرفته حکم شماندن خطر باشد، نام یک جهمی رو گرفته خوب نگویید، لااقل سکوت کنید. والله زمانی که از جانب شما سکوت کرده بودید، هیچ کسی شما را استفاده نمی برد. سخنهای تزکیه، بعضی از نمود تزکیه از جانب شما نمی برند، ما هرگز صحبت نمی کردیم. والله اگر انا همین روزم من همین صحبتم رو اصلا نمی کردم. والله همین صحبت احتیاج نداشت، اصلا همین صحبت به من احتیاج نداشت. ولی وقتی که می بینیم که آذری ها لذت برده ایستادند، خرسند هستند از سخن ایشون، ما چیکار بکنیم؟ برای همین ما صحبت کردیم، برای همین ما از مشایخ طلب کردیم و این صحبت من رو هم شاید استفاده کنه جهمی ها. بله هر صحبتی که من در حق مشایخ میکنم جهمی ها استفاده میکنه، فراموش نکنید. و هر صحبتی که آنها در حق من اگر کردند استفاده میکنند. بجز یک صحبت، یک وقت میشد که آذری ها، جهمی ها گنگ میشوند، زبان بریده و خبیث میشوند. وقتی که مشایخ این مسئله را نقطه گذاری کنند، والله اگر همین مسئله را نقطه گذاری کنند، یک نقطه باشد، نقطه اهل سنت، قرآن و سنت بفهم سلفین، دیگر تمام است. برای من نگوین که جهمی ها خرسند شد و این شد و آن شد. بله جهمی تا روزی که مشایخ ظاهر نکردن خرسند می شود. این عیب من نیست، عیب ما طالب علمای دیگر این طرف نیست. عیب سکوت در این مسئله است، عیب تزکیه در بالای جهمی است. بله من هم در بعضی حالت بعضی انسان ها را خوب گفتگی هستم، لیکن وقتی که فهمیدم، انیق و دقیق فهمیدم که من در این باب خطا کردم، ما آشکار میگشتیم، ما میگفتیم که خطا کردم در این مسئله. این آدمی که ما خوب گفتم، من این صدایش، من این صوتش، صورتش یک گمراه بیش نیست، میگفتیم. تمام. هر یک آدم خطا کردنش ممکن است، لیکن تزکیه دید و هیچ اصلا بعد از این تزکیه نگرده چیکار میشد؟ خیر بالاخره به همین واسطه ما امروز به همین سبب امروز صحبت کرده بودیم. به همین سبب آذری ها خرسندن. بسیار برادران میگن که آذری ها خرسند شدن. بله آذری تا زمانی که ما انیق و دقیق نباشیم، در منهج اهل سنت پایبند ظاهر کانکریت نباشیم، انیق و دقیق، اهل آذری ها استفاده میبرند، خرسند میشن.